بستنی داره، بستنی داره، بستنی قیفی قفلی انگوری چیپ مالته پرتقال اولو بلو یخمک بستنی داره بستنی برادر پول نداری یا خبر نداری بیا بستنی برادر به 10 روپیه بستنی به 5 روپیه بیا کلیلامه یک بستنی ها؟ یک بستنی از اینا می؟ ما نمیچله برو میده کو بیار اگه میچله برو من اینجا شیشتم نجی برو میده کو بستنی بستنی داره برادر بستنی 5-10 روپیه بیار بچه 5 با بیار 5 صحیح میکنه 5 مل بیار برادر از صبح دست لاف نکردم یکی بفرشیدم بستنی داره بیایم بخریم مرگ بخریم بخوریم اینا ضد گرمیه سلام علیکم نمیشه برو جو بله یا راستی ها چی داری بستنی داری بستنی کوبر از این بستنی ها خود اصلاف نکردی که اصلاف کنی و خیر برکن آشون خواهد چنده؟ 15 من نمیگیرم 5 ندارم من بابا نداره از تو بیازت اصلاف هم نکردی خیر بینیم می بطعم بخرم ها؟ بطعم بخرم نه ما خود مداریم ما بیشه ما خود مداریم من واکنم بکنم بستنی ها تو مزه میده بستنی برادر سودا نکردیم ما دست لاف بیار دیگه ما 5 خور نه بجی تشکر برو جو بریم خداحافظ خوش آمدید خیر ماما. ببینی خوب مزه دارای هم هسته خوب مزه داره بعد 5 خور ماما نه جی که گردن تو بسته میشه ما آدم یه خنکنده اومد با این مردم میخوردن من اینجا سوی میکشیدم ایشتا مزه میده اینا برادر ما امرو فایده خور میخورم ضد دشمن خوشودم بستنی داریم برادر بستنی بیایم برادر بخریم گردن و بند باشد دل شما یخ میکنه دل ما مثل قال چوقو که وری یخ که آدم تاشون مونده علاق بگرده نخوره چیز میشه خدای نکرده خلطیر میشون مگر آدم بخوره چیزی که اله آدم چاق شه بستنی داریم بستنی برادر بستنی زیر گرمی
داری پیا پونزانی پیا پانی پشت برادا بستری داره بستری پاری پگه توجه داشته باشه بستری پانجی دایی بستری مردم همه نصف ناماله گردن همه بند باشه سخت شدن همین تا سخت شدن که به بچه ها پول نمیدن بستری داره پاری پگه داره پگه داره پاره پا ماما بستنی و مزه بزن. بودم که بخوردم مزه نداده ها مزه به اینا از شیراز کنی ماما جانه اگه میگی نه آنه مزه میده برادر از صبح 10 تا گردن و بند باشه بخوردم بستنی داریم بستنی بستنی داریم بابا ما برادر بستنی جلای دل اینا گرمه و بیاین که خیلی مزه میده ما یک بستنی بده 15 روپیگی بده ها 15 روپیگی 15 روپیگی ها خلاص شده عمر بخوردم من ندارم پنجیه 15 روپیگی ما ما میگم 15 روپیگی عمر ما بخوردم خلاص شد کسی نمیخریده نمی نه مزه میده نه برو دیگه با خاکی که نمیخریم برادر خود من میخورم اینا خبر غالک کرد و مدر خو میبرم قناق بخوریم به خیر شما مردم عالمی تا سخت شدن با بچه ها خو نمیخرم غیر قالقالک بزی دارم ماما بیاین بستنی بخریم خلاص حال دل به جام شو میره مثلا آمادم امرو نیه دیگه که باردم بیای بگی بده که بخورم من گردن من نخریدم عمر بخوردم
میگم بابا اینا این کار به دردمون نمیخوره. چی به کار مردم نمیخورم؟ مردم حال سخت شده، مردم نمیخورم. من اینجا به هفته برم اونجا سوی کشم خاصی نکنه. گیلاک اشتا وقت آمدی امروز چیکار کردی؟ خلاص شو. خلاص شو. چند کسبی کردی؟ چند کسبی کردی کمد پیلا؟ من نمیفهمم اینو. 500 هم بالا اینا. اینا هم هسته. اینا چنده؟ کمده؟ آنه. اینا 3 تا 5 5 تا 2. کو 110 روپیه دیگه از اون 900 روپیه کو که کم کو 800 خوردی اینو. چیه؟ کو دیگه پیلا 110 روپیه دیگه گمه. اشته 110 روپیه گم نشو گردال من لنگم گم نشو. بگی بشمر. خب بگی بشمر کمه. هم دوباره مشمرم. 500 600. ما به 2 جا دخل داشتم. یکی به تا کلاخو. 500 بیام. پولا کلونا به تا کلاخو میگداشتم گفتم میشه کیسا من معتادا بزنم. میگم 900 روپیه که پول مگر برای بدی غیر از اون فایده کو که 900 روپیه که پول خود مونه که میره میخریم از دکون نفر کو فایده و بعد تو اصلا طالب فنجان نگاه تا کنده شده کو که خلاص شو. خو خلاص شد کو گردن به من یک دونی نیه. ام پول 900 روپیه نبودی فایده کو که پس تو جگه عمالی دا بخر نو بفروشی اگه من خورده باشم امون به لعب گور نبرم بابا. پس به کجا کردی گپ ازی بزن ماست مردم پیش ما بود جونم. ها بابا میفهمی چه کار شده؟ چیکار شد همین مرتکک صاحب دیکن با ما هر روز کم میده. کم میده گردنم بعد اگه لنگم دروغ بگه. خب بیا که بریم بله. بیا که بریم پیشیو بیا بیا بریم یکم بابا این به درد من نمیخوره. چرا مردم میخرم من سوی میکشم. دل به گردن من باشه دل به میته میشه میگم من 10 کارتونو بخورم هوا گرمه خیلی. چی دیگه خاطر کمش داری دیگه خودت بخور پس چی فایده دیگه پس چی رقم زن بگیری دیگه از این رو مگر زن بگیری پیشکش رو پر کنی آخه شما نگفتین که برو به خیلی خوشی یه هفته اگه فایده نکردی بندتمون بفروش. خب بندتمون هم کسی این همی کار اونا خورده نمیشه دیگه. نه با بندتمون رو هم بخورن وقتی بیاک بره که بریم مرتقی سه کنی چی رقمه بریم کجا برم؟ بیاک بره پیش دکندار بریم دیگه چی بگم دکندار؟ چی بگیم میگم ماما چرا ماما کم دادی؟ آبا بیاک بریم معلوم میشه 420 معلوم میشه. بیاک بریم معلوم میشه هر چیزی باشه اینم بیارم. بیار دیگه بیا این نه چی میاری به دروغ میگی ندارم هم باشه تو نداره نه چه کار میشه میشه بذارم با دروغ چی میاری استاشی که بریم بیا عجیبه ولو ایوازه که بیاره بگنه 200 فایده من 110 کم میاره بیا سلام علیکم. و علیکم سلام خوبی خیریت بله. همین پول اشتر پولیش مطمئنه بیشتر پولی. نه پول میکنه بعد دیگه بخدا چکار کردیم برادر میگم این یک هفته در روز کمی گدیر بستون در شما میه بستنی رو میبره میبینی نمازدگاه خب بیا پیشون بستنی میبره ولی هر روز میره 80 روپیه 90 روپیه میبینی کمه امروز آورده 110 روپیه پولای کم میگن چه کارا میکنه میگه نفر کم پول میده پولا ما چی رقم برده میگم کاکا جان اول از این امته که بستنیار ما بزید تحویل میدیم سر کارتنر که میکنه از اول شروع میکنه با خوردن خودی و حتمی خودی بخورده یکی دو تا هر روز میری 80 روپیه 100 روپیه کم ولی فایده هم چی ما تیری ما فایده هم سرانو کن که باشه سرانو کن کنیه ما چی خبر چند تا میخوری به روز آخر اگه به روز 10 تا امی 15 روپیگی بخوره میشه 150 روپیه 200 روپیه خب معلوم داد کم میاد دیگه امرو خیلی گوشته شده بدون نانه رو شو مونده ندش بده. امرو 11 تا خوردم. ای خاک بخوری تو 11 تا بستنی ای بخورده او هم از 20 روپیگی و 15 روپیگی گوشته بدی که ابری بودی تو شرم حیا نداری خجالت نمیکشی من شاید فایده خورده باشم ببخشید سرمایه خوردم مثل که کار دیگه با دردمون نمیخوره بفهمید فکر کار دیگه مگر تو کنم کار دیگه میگم ایت نمیشه که بیخیال تیر شیم بریم این ادب کنیم که سبا باز ابری یک دکندار دیگه نداره درست کنه بریم خوش آمدید
این عذاب بکنه. جلوی شو خاک به سر آتش تو ما دست چه کار کنم چه کار کنم خدا به دروغ میگه چه کار کنم دروغ میگه چوب باش چوب گریه نکو گریه نکو با خدا دروغ میگه من کلمه کم میده او به ریش سفید خود دروغ میگه من کی خوردم من هر بیتا شکامل من پال من یک دونه میده من میفهم خودت چیکار بفهمیدی غیر از اینکه بری تو از این ریشوه بفروشی یا بچه بیا اینجا بیا من مدام میگم که برو تو مرد کار نیه سکو چرخ خورده برک به درد کنم نفر تسکر پاسپورت بیارک برو بگو ما دیگه کاری نکرده دیگه نمای تو لیاقت از این تو از غیر از اینکه چند تو برسه ریشوه دست بودم خود سر که نتونی بخوری بفهمی گریه کو زنم نمایو کی به تو زن میده؟ بدا زن نمایو با خدا تو نجوم نرم به ترکی ره منم پالیس بیجم منم به ترکی ره با خود همونجا یک زن خارجی میکنم که بابا میگه دیسینفانتی تسفیل افغانستان به اینجا نکلمش نگو کی به تو زن داد؟ کی تو به ترکیه را داد؟ اصلا اسم ریاد بگیرسی تو ترکیه میره ترکیه رفتن با طال مثال میدم اشمه میجه کی تو سر تو فکر تو دارم بگذاریم به داخل یخچال امو پوم ظریفیگی ها قیفی ها امو کیما همه رو بگذاریم دیگه با صبح که آمدم تحویل میدیم برین خداحافظ و علیکم شکر الحمدلله خوب هستی امیدم جوان بیامانه برور مکه چی بودم و چه خانه بیارم میگم تذکره رو بنه خوب صاحب که تذکری رو می تذکره هم چرخ بیاردم چرخ بیاردی صاحب که بیار میگم کاکا جانی هم تذکری رو خوب برات خود بفهمونیم رو شکم ارسید کنیم که نره بستنیا رسته خود گری خود خوب بخوره باز بگه دیکندار کم داد ابرو مار چکا کنه ابرو ریزی کنه دیگه بفهمونیم من پیار خود بگو که اون دیگه از این بعد که کار کسی بی ری میکنه شکم ارسید کنه بعد از اون ری کنه همه بخورده هم تذکری و برو کاکا جان گری رو همونجا استاد که خیلی بین